آخر خوشتیپی ماشاءالله به شما قبلا اومدی شما من میدونستی با کلاه اینجوری اومدی نشستی مثل کارگاه ها ردیف اول مخصوصا کلاه گذاشتی به گیر بدم. میدونی که من وقتی گیر میدم یعنی خیلی دوستت دارم. اسم چیه داداشم؟ علی گل. ازدواج کردی؟ مجرد نیوردین خانمتون رو؟ خانمتون ژاپنیه؟ ماشاءالله بهتون. شما بچه دارین؟ نصف ایرانی نصف ژاپنی. ستان چه ربطی به نژاد به میکسشون داره نوکرتم. یکی و نصفی من نصفی رو نمیفهمم. 3 تا بچه داری یکی و نصفیشون ژاپنی هن. یکی و نصفی یعنی چی نوکرتم مگه؟ خب اصلا اینی که میگی اصلا اینا کفشون برید؟ هم چیزی مگه داریم؟ اولیشون نصفی ژاپنی بود، دومیش نصفی شیر. خب این شد 2 تا ژاپنی ایرانی. یکی و نصفی نیست که، پس 2 تاشون. میدونم، من میخوام اینو بگم که رفتی اداره مهاجرت خراب نکنی اونجا. ببین میگی 2 تا از بچه های من ایرانی ژاپنی هن، یکی از بچه هام ژاپنی ایرانی هن. مطمئنی بچه های تو هن؟